سلام دوستان، خوش اومدید به یکی از ویدیوهای دیگه از کانال دکتر زامبی. امروز اومدیم بازی تابوت اندی و لیلی پارت 3 رو ببینیم. ولی حتما یادتون نره که کانال ما رو دنبال کنید، زنگوله کنار ویدیو رو بزنید که از ویدیو جدید ما خبر بشید. بریم سراغ ویدیو. لتس گو. خب بریم ادامه. اینجا که دختره رو می‌خواستیم حبس کنیم. پارت قبلی می‌خواستیم یه دختره رو حبس کنیم. دوست اشلی بودش، چون اشلی گفتش این برادر منه، مال خودمه، میخوام بهش درس بدم. خب می‌خواستیم دنبال یه چی بگردیم که چیز کنیم. بگو چرا این چیز یه جا اینو بزنیم تو جبه؟ چرا این بشقابو میخوام کردن؟ انگار یه سوراخ پشتش هست. عالی، باستر. چی تو نمیتونی این کارو بکنی؟ اشکالی نداره، به هیچ کس نمیگم. تو واقعا نمیتونی این کارو بکنی احمق، حداقل بدون بعضی از ابزار. با اینکه ورقه خیلی نازکه. بله من آدمای باهوش بیشتر از آدمای قوی دوست دارم. کی پرسید؟ خب این چی؟ پیک پوتک. من نمیتونم مثل پوتک فکر کنم و در این شرایط برای ما مفید خواهد بود. من مطمئنم که میتوانم برای کمک کردن مردم وارد انبار شوند. اوه بله، در اون صورت نه. لیلی، من حتی نمیخوام بدونم چی فکر کردی. شما چی میگید؟ هیچی، بیا به گشتن ادامه بدیم. خب بعد به گشتنمون ادامه بدیم. تنها شدی یک چکش. خودی شانسی زدم چکشا. خب باز کن بریم تو. برای بیرون آوردن میخ از پشت چکش استفاده میکنید. باز کردیم. واقعا سرفه اینجا پر از گرد و غباره. سرفه این باعث میشه نگران آسمم شم. اشکالی نداره. میدونم نظرت در مورد قایم میشک چیه؟ تو خیلی بچه‌ای. اندی هم میخواد بازی کنم. تو هم میخوای؟ آره. میبینی؟ خب منظورم اینه که از هر از گاهی خوبه. تو هم میخواستی بازی کنی بچه تو؟ من میشمارم. من تا 10 میشمارم. تا 100 تا بشمار. باشه 1 2. باشه بیا یه جعبه خوب پیدا کنیم که بذاریمش روی. هنوز هم میخوای این کار بکنی؟ اما البته او گفت که هیچ کس نمیدونن. اون اینجاست. این عالیه. لیلی قول دادی. حالا زود برو قبل از اینکه حرفش رو تمام کند. این جعبه چطوره؟ این کافیه، اما قفلی وجود نداره. خب من واقعا نمیخوام اون رو اونجا زندگی کنم. چطور ممکنه که نه؟ یه شاخه یا همچین چیزی رو به عنوان قفل بذار، همین برای قفل کردنش کافیه. شاخه نمیشکنه؟ نه خب اگه خم شده باشه در درونم شک دارم که او قدرت این رو داشته باشد که آماده باشی یا نه. من دارم میام. لعنتی خیلی سعی میشمد. اصلاش اونقدر هم سعی نبود. لیلی باید قایم شویم. ببینم این چی؟ این ظرف از قبل پر شده. این جعبه رو نمیتوان بست. ببینم اینجی نه. اینجا چی؟ از کجا برای یه شاخه گلگیر بیاریم؟ اندی هر تکه چوبی رو کنار پایش باشد برمیدارد. فکر کنم این کار جواب بده. لیلی خب نظرت چیه؟ خوشگله شاخه؟ نه فکر کردی کیه؟ فکر کنم همینطور. لیلی اندی پیدا کردم. شما دوتا که توی یه جا قایم میشه. احمقا، و جای من بود. پس تو خواهی گفت. امکان نداره اندی جای منو دوزی. حتما بهم میگه. باشه من بهت میگم. اندی بیرون خواهد رفت. مخفیگاه های من بهترین. من یک رو میشناسم که خیلی خوبه. برای تو بیا یه نگاه بنداز. باشه. خب دختره بندازیم تو جبه. ببین رسما دیوونم. رسما فکر میکنی اینجا افتادیم. اینگاه فکر بد بزنش. از چه نظر؟ من میرم لباسام کسی کنم؟ البته نه. مامانم زنگ میزنه اگه من عصبانی میشه. صد لعنتی داره میاد. بزن. باشه. دوست شما با عجله وارد جبه میشه. چه خبره؟ فهمیدم. خیلی ظریف است که تو از رسا. خنده‌دار نیست. اشلی منو بنداز بیرون. اندی اینم از تو از اون. برو جلو، داره اذیتت میکنه. اما من نمیتونم نفس بکشم. سرفه. حالش خوبه؟ خواهش میکنم. من خفه شو آدم دراماتیک. ولش کن بره بیرون. لیلی اون فقط داره تظاهر میکنه. هیچکس تا حالا از گرد و غبار نمرده است. سرفه ادامه بده. فقط بذار بره بیرون. چی تو اونو بیشتر از من باور داری؟ این نیست درباره من. بیشتر بهش اعتماد داد.
باشه پس ولش کن. در هر صورت کسی به من اهمیت نمیده. سرفه همه رو بیشتر دوست دارم. مطمئنم تو هم بیشتر خوشت میاد. مطمئنم همه من رو بیشتر دوست دارم. من قبل از اینکه این رو میدونستم. سرفه من میگم تو ترجیح میدی یه دوست دختر داشته باشی از اینکه وقتت رو با هم بگذرونی. بی خیال بهت که نگفتم شرط میبندم با شرط میبندم به قدر قرش مامانم میگه وای لیلیه میگه تو اشلی اونو بیشتر از من دوست داری. خوبه پس شاید پرسیده باشم با لیلی این منظفانه نیست چرا همه اونو بیشتر دوست دارن و من پرسر و صدا عجیب غریب و بازار دهندم و هیچ کس مرا دوست ندارد. من تو رو بیشتر دوست دارم لیلی مدرک دروغگو. میدانستم شاید دوستای بیشتر داشته باشی. اگر همینطور نبوده حتی برادرم من حالا انتقاد نمی کند که او من از قبل میدونستم. من فقط نگفتم. بزن اما نکن چه دردی از ضربه. خب الان خوشحالی؟ بل سید ببین این آسم داره جعبم چیزه جعبه آلوده. این تنگ نفس داره. این اگه نفسش قطع شه میمیره احمقا. بله فقط تا صبح باشه. بله تو بهترینی. این مورد علاقه من اندی شنیدی قراره تا سپیده دم اینجا بمونی. اشلی سرفه نه لطفا بذار بیام بیرون لطفا. سرفه برو اشلی یه نرو سب کن اشلی خواهش میکنم اشلی. اشلی بیدار هستی؟ از خواب دراماتیکمون اومدی میرم. حالا من باشه چیه؟ هیچی فقط خدای من ما الان چه غلطی کردیم؟ هنوز به نهار فکر میکنی؟ باشه پس از گرسنگی بمیر بیشتر برای من. چطور اینجوری میشی؟ عقلتو از دست دادی؟ ببین من اون یارو رو نکشتم. بس من کار اشتباهی نکردم. تو جسد رو مثل یا برفاز این چیه؟ دیگه چیکار باید بکنم؟ یا نگهبان زنگ بزن و بهش بگو که این یارو مرده. او بله قربان او یک دیو ازار کرده و بعد اون مرد. قسم میخورم کار من نبود. خب باور دارم یه بار اشلی راست گفت. یه بار آننده میگه بیا به نگهبانه بگیم. اشلی هم میگه او بله قربان این یه شیطان ازار کرد و بعدش مرد. قسم میخورم کار من نبوده. بعد نگهبانه هم میگه چشم هست ما این کارو نکردیم تا اعتراف کنند. میتوانستیم فقط بگوییم که نگاهی به اون مرد میاندازد. اندرو داریم در مورد چی حرف میزنی لعنتی؟ منظورت از گن چیه؟ مگه هر دومون به این توافق نکرده بودیم؟ میتوانستم قسم بخورم که اینطور بوده است. پیشنهاد شما بود. خیلی گرسنه بودن نتونستم درست فکر کنم. باشه اما چه حماقتی. اما باشه فرض میکنیم که همین بوده. از من میخوای چیکار کنم؟ من فوش اصلا جادوی من داره میاد. بفرمایید من شما رو از تمام گناهایتان مبرور میکنم. خواهش میکنم. باشه درسته ممنون. ببینم این موضوع در دادگاه جواب میداد یا نه. ببین کی عمل میده. آیا یک شرایط حاد و بحرانی نیست؟ مثلا نمیتونی ما رو ببخشی و واقعا همینطور بود تقصیر شرکت آبه. اول ما رو ماها زندانی میکنند و حتی به ما غذا هم ندهند. و آیا تب کابین واقعی است؟ شاید بتوانی به دیوانگی اعتراف کنی. نمیدونم اشلی. آرام باش. میدانم من نتونستم سرش رو از تنش جدا کنم. وجود داره انگار درست توی فریزر جا نمیشد. پس مجبور شدم سرش رو از تنش جدا کنم بیرون اما نمیتونم سرعتش کنم. ستون فقراتش خیلی برام انگار علیه برش میدن دور و برم. بعد شروع کردم مثل بعضی گیاه نمیدانم مدام بهش فکر میکنم. خواب نمیبره اشلی. بیا اینجا. نمیدونم چه بلایی سرت اومد. چطور اذیت نمیشی؟ نمیدونم من چیزا رو از هم جدا نمیکنم. درست مثل اینکه ما یارو رو از هم جدا کردیم و در فریزر گذاشت. اشلی اندرو چه خبره اندرو؟ اندی آخه دیوانه روانی این دوتان اندرو بهت گفتم دیگه بهم زنگ نزن. از اون دیگه ما دیگه بچه نیستیم. شما مثل دوستان به خاطر مسائل خیلی بده برنامه متاسفانه از جلو نگاه میکنید.
خب دوستان صبر کنید یه دقیقه. دوستان من تونستم مشکل حل کنم و دوباره به چیز برگردم. صبر کن ببینم این چی نوشته. یه یادداشت روی در هست روش نوشته منتظر بازگشت شما به خانه عضو فرقه اندی. آخه میدونستم نظرش عوض میشه. اگرچه برای یک لحظه واقعا فکر کردم قراره به یادداشت خودکشی. خب هرچی ببینم چی کار داره میکنه. ببینم چی دیگه نیست. نه ببینیم بذار آخر به همه شده از بالکن حرف میزن. بذار ببینم فکر کنم تو بالکن باشه. نه ببینم خونه فرقه‌گرا هست. و اونجا صبح بخیر. داری چیکار میکنی؟ من در حال بررسی این دفتر چه راهنما یا کتاب هستم. احضار شیاطین. شجاع با توجه به اینکه اوضاع خوب پیش رفته برای اون فرقه‌گرا کاملا درست. قابل بحث او تا زمانی موفق بود که نقطه‌ای که توانست نظری بدهد. به هر حال اینجا گفته شده که شیاطین اونا خیلی به انسان نزدیک نیستن. خب این خوبه ما داریم پس یه چیز مشترک. بله حتما بنابراین اونا فقط میخوان تجارت کنن تا زمانی که برای اونا سریع وقت باشد. فرض میکنم که میخوای میپرسم چطور ما رو از اینجا بیرون ببریم. من نمیخوام اینجا رو ترک کنم به همون روشی که عضو فرقه‌گرا است. اما فکر میکنم این بهترین گزینه ما در حال حاضر است. پس او چه چیزی درخواست خواهد کرد؟ هنوز نمیدانم. باشه قراره رو چی مذاکره کنیم؟ من هم نمیدانم. عالی. من تازه از خواب بیدار شدم. یکم بهم استراحت بده. اینجا نوشته شده شرایطی روح‌ها ترجیح میدن انسان‌ها بنابراین بدیهی است که باید همینطور باشد. و از کجا قراره یه روحی اینجا گیری بندازیم؟ چه داری به چی نگاه می‌کنی؟ اوه چی؟ اشلی. من این کار نمی‌کنم. اما در موردش فکر کردم. بذار افکارم رو بر خودم نگه دارم. آیا ما به اندازه کافی اشتراک نمی‌گذاریم؟ با کمی فکر کردن بهتر از این کار نکنیم. ای ول کن. قربونت برم نمیام. یه چیزی پیدا می‌کنیم بزنیم بریم. فقط مراسم رو آماده کن. برای انجام اون چیزی لازم است. من هنوز این رو تمام نکردم. اما نمیتونی بخوانید. فعلا شما رو عوض. خب دوستان اینا میخوان هزار شیاطین کنم. من که میدونم 2 تا شم دارم. خب شم تعویض شد. جایگزین شد. خب بعد این برم یه دونه بذارم. این شم باید تعویض شد. خب یه دونه از اینا برم. یک شم دارم. شم تعویض شد. خب دیگه باشه حالا چی؟ حالا ما گارد خیلی زنده است نه؟ خیلی ساکتی رفیق دارم کم کم نگران میشم. سلام یکی از دوستانم جواب نمیده. یه یارو دیوونه فکر میکنه گند زده به آب است اما اون نتونست فقط. خیلی خوبه. من وقتی نوبتم شده نگاهی به اون میاندازم. صدای قدم‌های نگهبان کم کم محو میشه. این تمام کاری بود که باید انجام میدادیم. در رو باز کن تو ساکت بمون. ای وای اون قرار بیاد و همه اینا رو ببینه. نه بس برو قلقلش کن تو در خانه ما تمیزش. من متوجه قیمت اون مرد خواهد شد مگر اینکه در فریزر رو باز کرد که دقیقا همون جایی که اون همه خون رو از اونجا میاد. نه برو قبل از اینکه بفهمی خونه نیستیم تا وقتی که من اون نگه دارم اون رو در آغوش بگیرم تا همه خون رو پاک کرده. شاید اون مرد رو فرض کند از بالکن پیدا باشه یا همچین چیزی. پس حتما یه جسد اون پایین هست. خواهد گفت شما بنده ای عجله نکنید. خب چیکار میخوای بکنی؟ لیستی رو بردار. احمق بعد بریم خونه سری برداریم فکر کنم چون نمیتونیم بریم. خب فوش میده لامصب و اندی اونجا داره کمی پایین میدش. فریزه پر از گوشه خوشمزه. به تیر رو برمیداریم. خب بریم. خب تمیزش کن. اشتی نگهبان داریم یا بلفظ نگهبانه داره میاد. شما با واقعیت در کمد پنهان شدید. گارد درود و درودهای بیشتر وجود داره. کسی خونه هست؟ عالیه. بیا خودکشی دیگه.
اما چی؟ چطور اومد اینجا؟ یا ابوالفضل کشتیش، گاردو کشت، اشلی با ساتور کشت، گاردو کشت. به نظر نمیرسه اندو در حال حاضر است تو خیلی راضی باشن. از خیلی میپرسی که آیا الان وقت مناسبی برای بهش بگو که هیچ کنه از اینا تقصیر تو نیست. اندو بیا لیلی بیا بازی کنیم. ایزد کشت. خودم من فکر کنم اون موقع دستگیر شدم تو رفتی. این اتفاق برای بهترین خانواده‌ام میافتاد. خب چیکار کنیم با این الان؟ گارد کاملا مرده است. خب حالا انجامش دادی اندی. تو در واقع یه نفر کشتی مثل مستقیم. بله یکم تعجب کردم. الان بحران شما کجاست؟ دارم نگهش میدم برای بعد. بله ببینیم حالا چطوری بعد از اینکه برو بخواب. اشلی من باید صبر و شکیبایی این مشکل رو صبر و شکیبایی مشکلی ندارم. حالا خودت بپرس، حالا از خودت بپرس زیبایی. اینو ببین کلید اتاق 405 رو دارم. 405 میتونیم بریم بالاخره گل در رو باز میکنیم. اول از اینکه بریم اشلی وجود داره. فقط میخوام مطمئن بشم که هستی در طبق و هر چیزی، هر بهانه‌ای که برای سکس با هم یارو داشتیم. متاسفم من ازت خواستم بکشیش. فکر میکنم اگه من نبودم چی میشد؟ به من سعی ندارم بهت بگم که من سپاسگزار نیستم، اندرو هستم. اما حرف حسابت چیه؟ حرف من این است که مهم نیست بعد از اینکه چه اتفاقی میافتد. در تو حتی یک کلمه هم در مورد اتفاقی اینجا گفتاد نخواهی گفت برای هیچ کس. بله البته و من شکی ندارم که وقتی از زمانش برسد مشخص شد که ما کاری انجام دادیم. شیفت این یارو تمام میشه و نگهبان دیگه میاد تا نگاه بندازد. بهتره تا میتونیم ناپدید شیم. خب شاید متوجه شده باشید که من دارم سعی میکنم. میبینی فکر نمیکنم بتوانید این کار بکنید و خدمات اوضاع اینجا رو ترک کنید. یا شناختی که از تو دارم فکر میکنم که موفق شدید خواهی شد بدوید تا مامان بابا رو پیدا کنید. اما من میگویم که این موضوع منطقی است. چه راستش هنوز به چیزی فکر نکردم. خدای من این حتی بدتره. من باشه پس هم میخوایی من هیچ وقت نیام تو دوباره با کسی میشناسم در تماس بشم. چرا فکر میکنی قرار ما رو لو بدن به پلیس؟ همین؟ بله دقیقا. باشه هرچی. اگه قراره اینقدر سطحی به قضیه نگاه کنی نکن. این پلیس هست که باید نگرانش باشد. یعنی چی؟ داری منو تهدید میکنی؟ من فقط به خاطر اینکه تا اینطوری فکر میکنی به زندان نمیرم که از عقابه و مسمن است. پس اینو با خودت به گور خواهی برد حتی اگه مجبور شدم تو رو اونجا بندازم. تو من نمیترسونی اندو. برای من دلیل نیاور. اندی روزی که از تو بترسم در جهنم برف خواهد بارید. حالا برگرد لعنت بهش. با کی فکر میکنی داری حرف میزنی؟ اندرو فقط این که من استرس دارم لیلی. آره گرفتمش. من باید مطمئن شم که این موضوع رو جدی میگیری. یه نفر تو فریزر من نصف مرده است با سرانگوشای من که دور و بر بدنش بود. باور کن که عجله ندارم تا این رو به گوشی تمام دنیا برسونم. همه چی اوکی، حالا میتونیم بریم. بله فکر کنم همینطوره. باشه بالاخره. اما اندی چی؟ من یا به مامان یا بابام اهمیت نمیدم یا هر کدوم از اصلاحات دوست ندارم. هیچ کدامشان حتی فکر نکردن هم نمیکردند که هیچ یا غذا روی بالکنم بریزم. پرتاب کردن غذا به بالکن اما کار کاملا اشتباهی خواهد بود. نکته این است که هیچ کس حتی امتحانم نکرد. پس محبت‌های من رسما از بین رفتند. اما اشکالی نداره چون اندی من اینجا با من است. با اینکه حس داره به دلایلی میخواستی منو تهدید کنه. متاسفم. فکر کنم بعضی از نورونها رو از دست دادم. آدم نمیتونه به چیزی که نداره از جورت جمچان. باشه بریم بیرون. این مزخرفات نازش بگم. خب بریم جلو. نه صبر کن ذخیره رو بزنیم. خب ذخیره
ذخیره دوبار ذخیره میزنم خروج. خب دوستان اگر از این ویدیو لذت بردید حتما کانال رو دنبال کنید، زنگوله کنار ویدیو بزنید که از ویدیو جدید ما بخبر بشید. حتما بعد پارت 3 هم کامنت بذارید. شما رو یه ویدیو دیگه و یه ویدیو دیگه به خدای انا بسپارم. خدا حافظ. لایک و دنبال فراموش نشود. مرسی.